سلام گایز امروز تولد نیوشه 14مین روزیه که تو ترکیه‌ایم. به تولد هیچ ویدئویی نگرفتیم. دیروز به ذهنمون خورد که چنل یوتیوبمونم دیروز زدیم، افتتاحش روز تولد نیوشا بود. دقیقا خدا میخوایم بریم بگردیم دیگه، حالا ویدئو میگیریم. خداحافظ. شعور ترکا همه یک بغلی رو نیستن، کسایی که عجله دارن من برم. ما اومدیم مترو، از اینجا میخوایم بریم تاکسی. چرا بد گرفتیم از زشم؟ یه سری توضیحات داشتم برای کسی که اولین بار میخوان بیاد استانبول. اول اینکه کارت استانبول کارتتون رو حتما بگیرید. بریم سوار مترو میشیم با نیوشا عزیز. نیوشا یه ذره جلو استرس میگیره. و اینکه ما سوار مترو شدیم، میکروفونم نداریم. امیدوارم که صدامون خوب باشه. از سفر چیا یاد گرفتی؟ من که خودم خیلی بد دارم. خب بگو. نظری ندارم. اینترنت حتما داشته باش. الان ما امروز اینترنت تمام شد. بدبخت و بیچاره شدیم. گم شدیم. نه ولی گم نشدیم. راه‌ها رو پیدا کنیم. خب بیا. خب بچه‌ها ما الان مترویم، رسیدیم تاکسی. از خونه اول مترو سوار شدیم، رفتیم آلتونی زاده. از اونجا مترو بوس یا همون BRT سوار شدیم، رفتیم تا مجیدیه کوی. بعد این بار کجا باید بریم؟ از اونجا مترو سوار شدیم اومدیم تاکسی. الان داریم میریم میدون تاکسی. نیوشا تولدش حرف نمیزنه امروز، هنوز زبون باز نکرده. تو توضیح رو میدی دیگه. خب میخواستم زاوی دوربینش رو درست کن اگه یه چک از زمین خواهید روز تولدم. رسیدیم میدون تاکسی. ما یه بار اینجا اومدیم تو این 14 روز. ولی به خاطر شما اومدیم اینجا. آره الان دوباره میخوایم تمام اون جاهایی که تو 14 روز یه 14 روز دیگه بمونیم برای شما. واقعا پشیمون شدیم. استانبول خوبه. استانبول خوبه که کلا استانبول اصلا خوب نیست. خوبه که یه بار بیایی. حالا باز با ما همراه باشید دیگه. خودشو میخورم ما بهت نمیگم. سلام. ما رفتیم یه چیزی خوردیم. چی خوردی؟ حالا میخوایم بریم یا ببک یا کجا؟ حافظمون. بچه اینجا خیلی برند داره. حالا مثل ایران نیست. بابا نکن تو رو. حالا با ما همراه باشید.